هر مشکلی پیش میاد حل میشه خیلی آسون، اما به شرط اونجه امیدوار باشی یا خانم. این کوچولوهای ما هستن پیچک و پیچا، هر چیزی خراب شه زودی میشن پیدا، هر جا چیزی خراب شه زودی میشن پیداش. هر چیزی خراب شه زودی میشن پیدا. مهندسای کوچولو. این داستان واکنش زنجیری. تامتاماس چی کار میکنی؟ کوچولو لطفا تنهام بذار. نه واقعا اون چیه؟ مزاحمم نشو میشه. کوچولو نگاه کن ببین چی کار کردی. من؟ همش تقصیر توه دیگه چون حرف زدی. مگه من چی کار کردم؟ نیم ساعت برای اون رو زحمت کشیده بودم اون وقت تو همه رو خراب کردی. هی تامتاماس صدامو میشنوی؟ تامتاماس بذار بیام بیرون. کوچولو توی داری میزنی به دیوار؟ آره. آخه به چجوری رفتی اون تو؟ به تو ربطی نداره. چرا با من بیادبانه حرف میزنی؟ که دوست دارم. آها که اینطور پس اون تو بهت خوش بگذره. کی از تو کمک خواست؟ خداحافظ. اوه آی گوجه چه شده؟ خودتو انداختی پایین؟ خب مثلا که چی؟ صدمه دیدی؟ تنها بذار تولا چرا همیشه به همه چی کار داری؟ ای بابا چرا قدر عصبانی هستی؟ کوچولو خیلی بیادبانه با هم حرف زد. پس یعنی تو هم باید به من بیادبی کنی؟ منو ببخش تولا. خب الان کوچولو کجاست؟ اونجا. بیا بریم ببینیمش. کوچولو چرا هستم؟ حالت خوبه؟ خوبم. چرا قدر از خواهرت عصبانی بودی؟ ولی که تام از من عصبانی بود. آها فهمیدم این یه واکنش زنجیریه. چیه؟ آتیش زدن هیزم راحت نیست، اما روشن کردن کبریت خیلی آسونه. بعدم روشن کردن یه چیز قابل اشتعال با کبریت، بعدم آتیش زدن یه شاخه و روشن کردن هیزم با اون. تا حالا شعله ور شدن آتیش رو دیدی؟ اون یه نمونه بارز از واکنش زنجیریه. پس خیلی مواظب با آتیش باشین، چون یه کبریت و یه تیکه کوچیک زغال میتونه به یه فاجعه بزرگ تبدیل بشه. بله اون آتیش هم میتونه به جنگل سرایت کنه و همه جا رو با آتیش بکشه و همه اینا فقط به خاطر یه واکنش ساده زنجیریه. متوجه نمیشم چه واکنش زنجیری؟ منظورت چیه؟ تام از تو عصبانی شد، تام عصبانیت تو ریختی سر گوجه‌ای هم از دست من عصبانی شد. همینه دیگه واکنش زنجیری. آره عصبانیت هم مثل جرقه است، مدام بزرگتر میشه، مدام شعله ور میشه، مثل آتش سوزی جنگل. خواهر جو میشه منو ببخشی؟ باشه اشکال نداره. یه فکری دارم، چطور واکنش زنجیری خودمون رو از اون طرف شروع کنی؟ منظورت چیه؟ میتونی شعله ور کردن عصبانیت و ناراحتی، میتونیم شادی و خوشحالی رو پراکنده کنیم. اما چطور؟ خیلی راحته. تنها کاری که باید بکنیم اینه که بخندیم و حرفای خوب به هم بزنیم. چه پیشنهاد خوبه. میتونیم همه دست به دست هم بدیم و حال تامو خوب کنیم. من میدونم چطور. بیا کمک کنیم اینا رو بلند کنیم. میاد. تمام چیزهایی که توی هستی وجود دارن از اتم تشکیل شدن، اجزای بسیار کوچکی که حتی با میکروسکوپ هم نمیتونین اونا رو ببینین. اما وقتی یه اتم کوچیک شکافته میشه یه انفجار کوچیک صورت میگیره و اون انفجار میتونه یه انفجار دیگر رو شروع کنه و همینطور بعدی و بعدی. به این میگن واکنش زنجیره‌ای و همه این انفجارهای کوچیک با هم جمع میشن و انفجارهای بزرگ بمب‌های اتمی رو ایجاد میکنن که کشنده ترین سلاح برای انسانه. اما انرژی اتمی میتونه برای اهداف صلح‌آمیز هم استفاده بشه. مثلا نیروگاه‌های اتمی از این انرژی برای تولید برق و آب گرم استفاده میکنن و یخشکنایی که با انرژی اتمی کار میکنن میتونن یخهای بسیار قطور رو بشکنن تا کشتی‌ها بتونن به مسیرشون ادامه بدن. خب تموم شد. کوچولو برو بیارش داخل. حالا باید به تام یاد بدیم که واکنش زنجیری میتونه بهش کمک کنه همیشه احساس خوبی داشته باشه. تا نمیاد. بریم سر جاهای
او نه واقعا تاماس نگاه کن. خیلی عالی بود. باورم نمیشه که چی دیدم. چطور این کارو کردین؟ این واقعا یه واکنش زنجیری بود. چی؟ واکنش زنجیری.